سلام دوستان عزیز. امروز می‌خواهیم درباره یکی از بحث برانگیزترین موضوعات روانشناسی رابطه صحبت کنیم. چرا بعضی مردان عاشق زنان متأهل می‌شوند؟ یعنی چرا یک مرد به زنی علاقه‌مند می‌شود که می‌داند در دسترس نیست؟ چرا به سمت زنانی می‌رود که حلقه در دست دارند؟ چرا گاهی بیشتر از زنان مجرد جذب زنان متأهل می‌شوند؟ این موضوع ریشه‌های عمیق روانی دارد و ربطی به خیانت یا بی‌اخلاقی ندارد، بلکه بیشتر به نیازهای پنهان، عقده‌های درونی، ترس‌ها و کمبودهای عاطفی مربوط می‌شود. در این ویدیو با جزئیات کامل 7 دلیل اصلی را بررسی می‌کنیم. جذابیت ممنوع بودن یکی از قوی‌ترین نیروهای روانی در انسان. وقتی مرد احساس می کند چیزی محدود، ممنوع، دست نیافتنی یا خطرناک است، به طور ناخودآگاه جذابتر می شود. در روانشناسی به این اثر می گویند forbidden attraction. زن متأهل در ذهن بعضی مردان یعنی او چیزی است که من نمی توانم داشته باشم و همین نداشتن همان جاذبه را می سازد. درست مثل بچه‌ای که تا وقتی به او بگویی این کار را نکن، افکارش فقط همان کار را میچرخاند. این حس ممنوع بودن باعث می شود مرد چالش و هیجان احساس کند. نه عشق واقعی. زن متأهل اعتماد به نفس آرام دارد. الان او ممکن است چه می‌خواهد چچمدی تجربه رابطه دارد و دفاعهایش کنترل شده تر و قابل پیش بینی تر است. این خصوصیات برای مردانی که از زنان وابسته می ترسند، از درامهای احساسی فرار می کنند یا در روابط شکست خورده‌اند. بسیار جذاب است. مرد حس می کند با یک زن بالغ و متعادل روبروست، نه کودک احساسی. این پختگی احساسی یکی از بزرگترین علل جذب است. ترس از تعهد این دلیل شاید صادقانه ترین و تلخ ترین دلیل باشد. بعضی مردان از تعهد واقعی می ترسند. نمی خواهند مسئولیت بگیرند. نمی خواهند رابطه بسازند. نمی خواهند جوابگو باشند. زن متأهل برای چنین مردی یعنی در دسترس کامل نیست. رابطه جدی نمی خواهد. هیچ مسئولیتی لازم نیست. پایان رابطه روی او فشار نمی آورد. پس آن مرد به جای عاشق شدن به دنبال امنیت بدون تعهد است و این امنیت را پیش زن متأهل می بیند. زن متأهل انرژی متوازن تری دارد. زنانی که در یک زندگی نسبتاً آرام هستند کمتر نیازمندند، کمتر وابستند، احساس امنیت بیشتری دارند، رفتارهای احساسی ثابتی نشان می دهند. این تعادل انرژی مرد را جذب می کند. در روانشناسی انرژی به این می گویند vibration stability. چون این زن دنبال کسی نیست، تمام کمبودهایش را از یک مرد غریبه نمی گیرد، بنابراین رفتار او ناپایدار نیست. این ثبات برای مردهایی که از زنان پرتنش یا مرکب خسته هستند به طرز عجیبی جذب است. زن متأهل اغلب مهربانتر و بالغتر رفتار می کنند. معمولاً به این سطح رسیدند که کمتر قضاوت می کنند، کمتر دعوا می کنند، دنبال بازی احساسی اند. مهارت‌های ارتباطی بیشتری دارند و درک بیشتری از نیازهای طرف مقابل دارند. همین رفتار مهربانانه و آرام برای مردانی که در گذشته با روابط پرتنش بودند جذابیت زیادی دارد. او حس می کند این زن می فهمد. این زن با تجربه است. این زن می تواند احساس امنیت بدهد. خیال پردازی درباره زن کامل وقتی مرد از بیرون به زن متأهل نگاه می کند فقط ظاهر و رفتار اجتماعی او را می بیند. اما واقعیت زندگی او دعواها، مشکلات، گریه‌ها و سختی‌ها را نمی بیند. پس در ذهنش یک زن کامل و بی‌نقص می سازد. این خیال پردازی باعث یک نوع عشق خیالی می شود، نه عشقی واقعی. حقیقت این است که این مرد به شخص زن عاشق نشده،
به تصویری که در ذهن خودش ساخته عشق ورزیده است. جمع‌بندی نهایی: مردان عاشق زنان متأهل نمی شوند چون آن زن کاملتر است یا بهتر است یا جذابتر است. نه، این اتفاق ریشه در نیازهای پنهان مرد دارد. جاذبه ممنوعه: نیاز به تعادل احساسی، ترس از تعهد، کمبود اعتماد به نفس، نیاز به اثبات خود، وابستگی به زنان آرامتر، ساختن یک تصویر خیالی از زن کامل. بنابراین این عشق معمولاً واقعی نیست، بیشتر یک جاذبه روانی و فانتزی ذهنی است.